آقای ساکت. به نام خدا. سلام علیکم. کیوان ساکتوف هستم، مجری برنامه دوستان نوروزی، دوست میثم نوروزی. اینجوریه. بله دقیقاً جفتش هم صادقه. آره عیدو بهتون تبریک میگم، روزای خوبی داشته باشین، آجیل نخورین، بادون پسته، ولی مگه میشه اینا رو پیرمردا توصیه میکنن با ول کن. عیدی میگیری تو آجیل توصیه میکنی که کسی نخوره. خب اما نکته‌ای که هست و من همیشه گفتم اینه که ما مهمان‌های برنامه نوروزیمون مهمان‌های گلچینی هستند که شما در طول سال برنامه ما رو دیدین و اونا رو انتخاب کردیم و ما به خواسته و نظر شما احترام گذاشتیم. جناب ریوندی یکی از اون کسانی هستن که شما خواستید و ما ایشون رو دوباره دعوت کردیم به برنامه. آقا سلام. سلام، واسه شما. ما خوب شما قربانتون. عید شما مبارک. عید شما مبارک. شکرم. بزرگترین عیدی باید بدین دیگه. حتما این کارو میکنم، اما قبل از اون من میخوام که هم سلامی داشته باشم خدمت هموطنان گلم و هم تبریک بگم به همه عزیزان هموطنم در همه اقصا نقاط دنیا. حلول سال 1391 رو امید دارم که این سال همون سالی باشه که منتظرش بودن و یکی از بهترین سالهایی باشه که تجربه میکنم. سالی توأم با خوشبختی، سلامتی و سعادت و ثروت. خیلی متشکرم. ممنون. آقا من میخوام یه سوال تکراری از شما بپرسم، کلیشه‌ای، ولی لطفاً جواب خلاقانه با چون از شما انتظار می‌دادی. چرا بینندگان برنامه ما دوست داشتن شما رو و از ما خواستن که شما رو دوباره دعوت کنیم به برنامه؟ لطف داشتن به بنده، مخصوصا شما که انتخاب میکنید، بالاخره به سلیقه بیننده هاتون احترام میذارید و من از همه بیننده های خوب شما ممنونم که باز حقیر و قابل دونستن به برنامه قشنگ شما دعوت کردن. یک برنامه خیلی شاد، خوش رنگ و مجری بسیار هایپر و خیلی اکتیو و شاد. یک دو تا پیش فعالم داریم. اون درست میشه. به دلیل تغذیه زیادم. به اندازه تغذیه‌ای که دارم بعد انرژی بسوزونم. سیب آرومه تو سیب. خیلی خب آقا ما دفعه پیش که با هم گپ زدیم یه چیزایی دیدیم که شگفت زده شدیم، لذت بردیم و خیلی احساس خوبی بهمون دست داد. این بار با توجه به اینکه نوروز هم هست چه اتفاقی قرار بیفته؟ نوروز ببینید از من قبل از هر چیز میخوام به بیننده ها یک سری رموز رو در واقع بگم در خصوص شخصیت کیوان ساکت و آقای نوروزی عزیز. آقا من همین الان فرار میکنم از دست آقای ریوندی و فرار کرد. آقای کیوان ساکت اخیراً یک پتوی پلنگی خریده، تا یک هفته با تفنگ زیر پتو میخوابید. اوضاع عجیب غریبی داره. من کمتر مرور زمان معرفی میکنم شخصیت این پلنگ مادر شدن. بله. و آقای نوروزی که پدر بزرگشون راننده اتوبوس بود. عرضم به حضورتون که ازش سوال کردن که آقای نوروزی شما دوست داری چی جوری بمیری اگه قرار شد یه روزی بمیری؟ گفت من دوست دارم مثل پدر بزرگم تو خواب و در کمال آرامش بمیرم، نه مثل مسافرای اتوبوسش تو وحشت. خیلی عالی. احیانا تو فامیلاتون راننده اتوبوس که دیگه ندارید؟ نه راننده کامیون داریم ولی اتوبوس نداریم. اما ساکت از اتوبوس گفتم، با ساکت رفته بودیم مسافرت، اسمش ساکته اما انقدر حرف میزنی که مخ آدمو میخوره. رفته بودیم مسافرت، کیوان رفته بود در گوش راننده اتوبوس پچ پچ میکرد. مسافر اتوبوس حوصله‌شون سر رفت، گفتن آقای راننده این چی داره میگه صد در گوشه؟ راننده برگشت گفت به خدا دیوونم کرده، همش میگه چپ کن بخندیم. چه کاری تو میکنی؟ چرا فکر مردم میشه؟ بله ایشون فوق العاده است. یعنی واقعا من اون موقع تو شرایط بدی بودم بچه‌ها، واقعا این خواسته همیشگیم نبود. کیوان ساکت قبل از اینکه هنرمند بشه، مجری بشه، کارگر ساختمون بود، بنایی میکرد. یه روز دیدمش که یک پاکت سیمان خیلی سنگین رو گذاشته رو دوشش، داره از 10 طبقه میره بالا. سرکارگر دیدش و بهش گفت که عزیزم اینو چرا تو فرغون نمیذاری ببری؟ گفت قربان این فرغون چرخاش کمرم اذیت میکنه. اصلا نمیگه. شما اگر یه روزی حالتون گرفته باشه از یه موضوعی ناراحت باشین، چجوری یه برنامه رو اجرا میکنی؟ اصلا تغییری میکنه یا نه وقتی انرژی مردم میبینین دیگه؟ البته ببینید با خیلی موقعا پیش اومده که رفتیم پشت صحنه، حالا قبلش
یه مشکلی پیش اومده، یه تصادفی بوده، یه بگو مگویی بوده، یه اتفاق ناگواری رو دیدیم. روحیه من به عنوان یک شومن و یک طناز، یک صدا ساز، یک تقلید صدا، قبل از اینکه برم روی صحنه باید یک روحیه آماده باشه، یک روحیه شاد. اما به قول شعاری که دوستانمون در عرصه هنر میگن، هنرمند نباید مسائل شخصی خودش رو وارد عرصه کارش کنه و باید به رسالت خودش ایمان داشته باشه و هم رسالتی که شاد کردن مردمه و توجه به خواسته های مردمه. برعکسش چی؟ ببخشید. برعکس چی؟ یعنی میشه که یه موضوع جدی تو خونه اتفاق بیفته و شما بزنین تو شوخی و خنده، بعد بقیه بگن بابا چرا جدی نمیگیرین و بعد شما ازش جوک بسازین. البته که تو خونه هم من شوخی و شوخ طبعی رو دارم، هم جدی هستم، اما اینکه ما قبل از شروع اجرامون روی صحنه و استیج شاد باشیم، یه اتفاقات قشنگ برامون افتاده باشه، به مراتب اون برنامه زیباتر میشه، چرا که من با انرژی خیلی بیشتری روی صحنه میام. من یه سوالی داشتم، اینکه خب شما کارهای مختلفی انجام میدید، تقلید صدا، خوانندگی، همین صدای افکت، کارهای ویژه و منحصر به فردی هست که اصلا نمیشه بهش فکر کرد بعضیاشو. اگر به شما بگن یک کدوم از اینها و بهترینش رو انتخاب کنین، کدومش رو انتخاب میکنین؟ یک فرصت. من تعیین کننده بهتری نیستم. از نظر خودتون، یعنی شما فکر می‌کنین این از همه بهتره، اینو از همه من بهتر میتونم انجام بدم، خودتون بیشتر از همه دوستش دارین؟ ببینید طیف کاری من خیلی وسیعه، چون یه بار میدونم سخته، یه بار مثلا وکال صدا سازی، صدای طبیعت، صدای وسایل نقلیه، ماشین، موتور، هواپیما، هلیکوپتر، ادوات موسیقی، یه بار مثلا صدای خواننده های مختلف، یه بار گوینده هاست، یه بار ممکنه رو صدای شما این مدتی کار کنم، عین شما صحبت کنم. این که من بخوام بگم کیوان ساکت صحبت کردن من، شبیه کیوان ساکت صحبت کردن من قوی ترین کارمه، پس اگر من مثل داوود نماینده به عنوان یک گوینده خوب رادیو تلویزیون صدا سازی کنم، ممکن بگم اون خوب نیست. نه، هر صدایی که بتونه اون حس خوب رو، بله، نه، بسته به اون حسی داره که منتقل میشه به مخاطب. من ممکنه با صدای هنرپیشه خیلی معمولی تو یک سریالی که نقش سوم چهارم داره صحبت کنم، اما انقدر خوب صحبت کنم که مخاطب بپسنده. با خودتون که